میکنم دوستان و عشقای خودم. امیدوارم با انرژی باشید. اومدیم با یه پارت دیگه از اینجا راشی. همونطور که ویدیو قبلی بود 2 تا قسمت رفتیم، قسمت این برای پارت سوم. و اینکه لایک کنید، ساب کنید و چون دارم یواش حرف میزنم یکم اینجا باید ساکت باشه. اگه صدام بده ببخشید دیگه، چون همونطور که تو ویدیو معرفی گفتم من دم دستگاه میکروفون چیزی ندارم. میریم برای پارت سوم. بچه‌ها چنل مشیگه هم با یک حساب گوگل دیگه هم گذاشتم. اگر گذاشتم اونم برید چنل منو حمایت کنید. اینجا بازی فوتبالی میزنم. لیگ ایران هم قراره بیاد بزودی و همینطور شاهزاده ایرانی موبایل رو قراره براتون بذارم. شاهزاده ایرانی و لیگ ایران هم قراره براتون بیاد. منتظر ویدیوش باشین. یه ویدیو البته آپلود کردم، حالا باید منتظر باشید تا بارگذاری بشه. آها زود برگردیم وگرنه تایم ویدیو میره بالا و پشیمن هم که نداره. بچه هر پارت 2 قسمت میشه کلا از بازی اینجا راشی. وای 2 مرحله از اینجا راشی میشه یه پارت. چون شمشیرمون باز نبود مجبور بودیم که با تیغ بزنیمش. و ای پول داریم مجبوریم خرجش کنیم. بریم بالاییه رو بکشیم. ای که باید کنده بشیم تا این برگرده. مرد. حالا اینو بکشیم، بریم اینو بگیریم برگردیم. حالا اینجا مرحله 3 پایان میرسیم. این طور مرحله 4